شما شایفما کشور دخترا چگونه میشناختید؟ از کجا میشناختید؟ ما گویا که همشهر هستیم. بعد شناسای ما خیلی به وقوع آمد که به مناسبتی عید زنان بود یا چی بود که در همین باغ جمع آمد تشکیل کردن. در اونجا برآمد کردیم. بعد از من پرسید که پس شما که جوین و گفتیم که هم خیلی و شناسای ما همون پیدا شد و تیست ما و میخوردیم. بعد چندین مراتبه هم صحبت شدیم خیلی چی بکردیم در وخوری با جوانان چندین بار وخوری کردیم و مناسبت همین روزی نه چی جوانان هم خیلی وخوری دادن. بسیار خیلی زنی حلیم مهربان بسیار زنی هم خیلی چیز بود خوش چق بود. اینجا هم انجمن زنان تاجیکستان برگزار کشید. ما را یک چند ظرفهای همین شهر به انجمن تکلیف کردن. بعد ما به انجمن رفتیم بعد شنبه. در اونجا 10-12 نفر بودیم. در اونجا اشتراک کردیم. بیگانی هر یک بعضی زنایی که در اونجا شناخت داشتن خیش سوار داشتن و با خانه دوستاشون رفتن و من و شریفما و با یک 3-4 زنه که دیگه در همون مهمانخانه بخش موندیم. بعد خوراک بیگای روزی در همون خانه که به ما نشان دادن در اونجا میشتیم در سر میز چای نوشی که هر که برای وظیفه خودش نقل میکرد چی میکرد. بعد خیلی هم صحبت شدیم هر که چیز کرد. بعد از من پرسان شدن که اپا شما در کجا که رئیس زنان گفته اعلان میکنن برای همه آنها در تعجب موندن که من چی کارگر باشم. خیال شد که من در یکان کارخانه راه برم. بعد وقتی که یکی از آنها به من سوال داد من اول چی گفتنم رو ندانسته خودم رو گم کردم که من از همه کاری مهمترین در کار میکنم. به کاری من یکان کارخانه یکان خانه یکان چیز وجود داشته نمیتواند. بعد آنها با هم دیگر نگاه کردن در تعجب ماندن که من در چی کار باشم که اینقدر من کار خود را معرفی میکنم. بعد ایستادم بعد گفتم که من رئیس زنانی نمی رهروبکا. بعد خندیدن. بعد شریف ما خندید گو اپنه که در حقیقت کلوبی حقانی بوده گفت. بسیار گفت انا چیز اکه گویا که obraz داده نقل کرده گفت. اون وقت نمی کوچه رو وکاده مستر بودم آخه. هم رئیس زنان بودم هم مستر بودم. کردیم بعد شریف ما تیست بخوری میکردیم هم صحبت میشیدیم به خانه همدیگر رفتیم یک چند مراتبه. مادرشون هم بسیار زنی حلیم و مهربان بودن. افسوس که بعد همین از دوشنبه برگشتن من این حادثه به وقوع آمد که آنها را از خانه استقامتش با همراهی پسرک 16 سالش برده به قتل رساندن. بسیار ناخلفی کردن. این شریف ما را قتل فرزندش نیافتن. تا روز نفس آخرینش مادرش بسیار گریه میکرد. بسیار همه که تسلی میدادیم همه که چی میکردیم میگو که داغ ایره ما تا روزی هستم دیگه طاقت کردن نمیتونم. ما مواد نوشته دست. بله. درباره چی مینویس؟ چی خیلی مینویس؟ او همون شبی که خیلی صحبت کرد. همون شبی که ما در دوشنبه در مهمانخانه با هم بودیم اون کس از من پرسان شدن که اپا شما چه خیلی مثال در کجا زندگی میکنین. بعد من نقل کردم که گفتم شریف اما جان انا گفتاری من دور درازه گفتم خیلی که میگن گفتم تاریخ من دور درازه نقل کردم بسیار دور درازه که بگم نگو نقل که نگو. من خیلی در یتیم خانه کلان شدم. خیلی به همه بچم پستی بلندی در حیات بوده. بسیار پستی بلندی ای سرم گذراندم نیکی با وجودی من خدمت زنی خوشبخت به حسابم. اینانی همین سوچ انیق در یادم نیست که بعد 1 سال بگمان با ما شناسیوی بدیم در میگم که در دوشنبه گردی هموی بودم. نسخه در دستم نیست؟ نه انا همونجا اومدیم و در باره من نوشت. بعد کتابچه‌ش آورده تقدیم کرد. صورت گرفته بودیم و بعد از من نرسیده بود صورت هم دستی شریف موده بود.
مرا به دست من نرسیده بود. در همین دوره ما یک کتاب با نام کشوردوغ بسیار چاپ کار کردیم. نیست، بسیار کار خوب در کردیم. اینجا مقاله های برچیده من نصیب شغل همون چیزا عینک هایی که کلان کده نشان میتن همون است که من همین مقاله شریف ما کشوردوغ که درباره شما نوشته است بسیار من ندارم. در آن همین صحیفه های روزنامه در صحیفه کتاب چاپ شده است. زیر عقل تا بال کشوده است گرفتارتر است. یا شریف اما جان جاش بیست باشد در رو چشمای شرلو جان می اینه اوخی عیده با کاری دیگه خوبتر یادآوری هست. تو مرا باز بار دیگه جوان کردی. باز این 86 ساله نه 18 ساله جان تو که وسیم نه انتظلیت منی